چیکار کنم؟ یه پیرمرده به میگه بیا بریم باغم، یه توتی دارم رو پایی میزنه، من چی بهش بگم؟ مامان داره دستمو میکشه میبردم. خب میگه توتیم آواز میخونه. چی بابا؟ ببین یه یارویی هست افتاده دنبالم. خب میگه یه توتی دارم تو باغ رو پایی میزنه، برم باش؟ نه مامان بهار مگه خون شدی؟ آوازم میخونه. نه بخونه. بهار مامان بچه قربونت برم. نه عزیزم بهار مامان کنجکاوم. میدونی که حیوان علاقه مندم به حیوانم. غلط کردی که علاقه مندی به حیوان. علاقه مند باشی نباید بری. بابا طرف خیلی پول داره. بابا خیلی پول داره. وای بهار نگوی حرف رو مامان قربونت برم. این حرف رو چه میزنی مگه؟ کس من اندازه تو خورو خفیفک روپایی میزنه چیکارش کنم الان اینو؟ تو براش رو پایی بزن. بعدش به من میگه که بیا بریم خونمون، یه توتی دارم رو پایی میزنه، برم؟ برو مامان کاری نداری.